ورزشات برای این مسئولیت قدر مادر برای تربیت کردن فرزند خیلی زیاد است. یک چیزی امانت است واقعا در اختیار قدر مادر بوده است. وقتی این امانت درست تربیت خیانت کنند یعنی واقعا اونها در برابر این جوابگو میکنن جزا میشه و حدی توانشون باید برای اصلاح تربیت شما شد. چون در این واسط بعضی‌ها اظهار کردند که اون فرزندها بعضی‌ها اخلاقشان ویران شده و روششان ویران شده، دخترها اخلاق و روششان ویران شده بعضی‌ها یعنی همونو در بارش لازم می‌زنند. برای همین وقتی که ما خردمندانه نظر کنیم برای تربیت فرزند از همه راه قدر مادر وظیفه قدر مادر از همه چیز اساسی مهم است. حال دیگر هم قانونی که آمده درباره مسئولیت قدر مادر یعنی این چیز خصوص خردمندانه است که از اون قدر مادر را بالا کنند که این مسئولیت حس کنند برای همین چیز تلاش کنند چون که همین جمعیت در یک زمانی فرقی زندگی کرد فرق شده ولی چیزهای ناخوشش در بین مردم خراب شد عادت شد وقتی خراب شد عادت شد مردم برای خود برطرف کردنش تلاش حرکت نکردند. هرچند یک مثال بعضی گوینده‌ها فرماندن گفتند مردم اینقدر اهمیت نمیدادند و چنانه که همون بعضی راهبرانش و چیزهای ناخوش و ضررناک در بین ما عادت شده بود مردم فرمانده بودیم مردمی که در همین جای ما هستند فهمیدن یعنی همین چیزها از همین چیزهای نالازم از همین چیزهای ضررناک دست کشیدن اما دیگر مردم که در دیگر منطقه‌ها بوده که همون چیزهایی که شریعتا ناخوبند عقلا زشتند همون چیزهایی که عادت کرده بودند یعنی همون چیز ترک نمی‌کردند برای بعضی همون مراسم‌هایی که واقعاً یعنی مراسم‌هایی که در اونهای ملکیت و برد برای جمعیت نیست برای همون انسان‌ها نیست یک چیزهای بسیار ضررآورند همونها می‌کردند اگرچه این بودجه ما می‌فهمیدیم که همین چیزهای نشان داده از طریق شریعت نیست مثلا گیریم یک توی ختنه همین در یکون جوی شریعت بکنه شده نیست که انسان وقتی ختنه کردن فرزندش همین که ضیافت کند همین که هنگامه کند این نیست است منفیت و برد برای جمعیت نیست برای همون انسان‌ها نیست یک چیزهای بسیار ضررآورند همونها می‌کنند اگرچه این بودجه ما می‌فهمیدیم که همین چیزهای نشان داده از طریق شریعت نیست مثلا گیریم یک توی ختنه همین در یکون جوی شریعت بکنه شده نیست که انسان وقتی ختنه کردن فرزندش همین که ضیافت کند همین که هنگامه کند این نیست است همین یک عادت شده رو شده اون قدر زیادش کردن که چندین روزها ضیافت می‌دادند یعنی بعضا اونا می‌دادند اون قدر تمامی همون سرمایه‌شان تمامی دارایی‌شان که خودشان به همون حاجت داشتن نیاز داشتن برای همین چیزی بیهوده‌ای که در شریعت فرموده است نه از دیدگاه حق چیزی درست است خرج می‌کردند یعنی در زندگیشون چیزهای مهم چیزهای لازمی چیزهای ضروری در زندگیشون بسیار خواستگی‌ها یعنی خودشان مثال همین که نیازشان دارن فرزندشان همسرشان یعنی همین این چیزهای مانده چیزهای اساسی و ضروری و لازمیه یک چیزی که مثلا چیز از روی اختیارات چیز خوب نیست شریعت نفرموده است اما خراجات می‌کنن یعنی وقتی که همون چیزا ما گفتیم یک اندازه مردمی که در همینجا بودن همین چیزای درک کردن کام کردن بس کردن یا وقتی یک کس که میمونن برای ضیافت می‌کنن واقعا در کتاب‌های مرتضی ما همین که ناروا بودنش گفته شده از شریعت که این چیز نادرست است ناروا هست یعنی همین چیزا بعضی چیزهایی میشد که فرض کرده مباح میشد بسبب تصرف‌های ناجا همین چیز مباح یعنی یک جهت ضررآور پیدا می‌کند و شرعاً نادرست میشد این مثلا یک چیزی که مثلا چیزی ضررآور میشه چیزی که مباح است مثلا یعنی وقتی حج روی که برای باراباش ممکن شده و آدم‌ها حج می‌رفته شدن بعد بعضی آدم‌های حج می‌رن می‌بینن ضیافت می‌کنن آدم‌ها می‌بینن اینو ضیافت می‌کنن همین اساس یک چیز عرفی و رسمی شد یا که آدمی که حج می‌رود باید که مثلا اینکه توان داشته باشد نداشته باشد و ضیافت کند یعنی یک چیزی که اصلا مثلا مباح بود
همیشه تدریجا یک عرفی بیجا شد، یک عادت بیمزه شد که سبب بازماندن مردم از حج میشد. یعنی همه عرف و عادت کردن، فرمودن جای محکمی رو بس کردن و دیگر جاها بسبب همین بسیار آدم‌ها از حیالی بس دست کشیدن، حج نمی‌رفته شدن. یعنی دیگر همین که چیزهایی میشه که اصلا از شریعت نهی کرده است در بین مردم قرار شده است. برای همین حاضر همین مردم که عادت کردند و بی‌پرهیزی به همون پرورشی تربیه فرزندانشون احساس مسئولیت نمی‌کنند، بی‌پروایی نمی‌کنند. خودی که مثلا حکومت فرمان و تنظیم یعنی وقتی همین فرمایشی که کوئی پختن خردمندانه یعنی باید که همون میان جیان معین نگذارد، باید دارنده است ندار است. یعنی همین مردم وادار میکند که از اون چیزی ناخوب و زشت و ضررناک دست کشند. یعنی واقعا همین اگر خردمندانه زدیم همون رسم، همون عرف و همون عادت، همون چیزایی یعنی واقعا مانند یک اژدها رو بگن اژدها. یعنی اژدهایی که هر جایی که انسان‌ها دارنده تر میشن همون زیادتر دارایی اونایی میکشند. یعنی دارنده تر میشن همین که مثلا گیریم گیریم همون بی‌تفکر و بی‌اندیشه همون دارندگیشه برای نشان دادن همون چیزای جای بیجا و صرف میکنن که حالا که مثلا گیریم در نگاه از نگاه شریعت چیزهایی هستن که انسان کردن اونها و عجل میگیرد، ثواب میگیرد برای جمعیت سودمند در خدماتن مثلا آباد کردن رخت کردن، چاق کردن، بیمارستان کردن، یک مکتب کردن، مدرسه، مسجد، یک صغیر و نادار کمک کردن، یاری کردن، کارهای منفعت و سودمندی که شریعت را ترغیب میکند و خوبند و پسندیدند و هیچ کس نشون نمیتونه تو را نگه یک چیزهایی که در آن هیچ سود و منفعت نیست خودی همون انسانی که خودش همون کار میکنه حاجتمند است، نیازمند است، قرض میگیرد همون کار برای خاطری که آنها به ملامت نکنند، برای خاطری که مثلا گیریم برای مردم نشان دهد که همین که دارنده است همون کار زشت میکند. از هرچندی که فرمانده گفتیم همون گفتن فرماندارها اونقدر تاثیر نکرد. یکی کاری که تو خردمندانه فرمان که باید نکنی تو جریمه جوابگر. یعنی همین سبب شد که مردم از بسیار اسرافکاری ها که خداوند در قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا، به درستی که اسرافکارها برادران شیطان است. یعنی اونهایی که اون داراییشون در یک کاری بی‌منفعت، بی‌سود، ناخوب خرج میکنند یعنی اونها برادران شیطان است. از این سخنی سخت‌تر برای انسان با ایمان نیست است، برادر شیطان. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورید نوشید اسراف نکنید، ان الله لا یحب المسرفین. یعنی خدا اسرافکارهای دوست نمی‌دارد. یعنی اونهایی که همون داراییشون در یک کاری بی‌منفعت و بی‌سود روان میکنند دوست نمی‌دارد. از این سخنی جدی‌تر برای انسان با ایمان و مؤمن یعنی سخنی که بارش می‌داشته باشد نیست. نه که مثلا دیگه همیشه عرف شد، عادت شد، فرمانده ما نمی‌کردند. یعنی این خوب شد که همیشه با یک فرمایشی از طریق حکومت همین چیزا منع کردن بستن و همچنین عرف شده در بین مردم که نسبتی به تربیت فرزندانشون احساس مسئولیت نمی‌کنند، بی‌پروایی می‌کنند، بی‌توجهی می‌کنند. یعنی جمعیت اخلاقش ویران میشه. اخلاق مسئولیت پدر و مادر و همین چیزها خیلی از چیز دو خردمندانه است که وادار کنید تا با خود آمدن. وقتی این انسان‌ها از اون کاری ناخوب دور شدن بعد می‌فهمند که کاری زشت بوده است و همون کاری ناخوب بوده است و ما همون کاری نادرکار و نالازم به اون قدر رفتیم و مثلا مبلغ صرف کردیم اون قدر خودم و مثلا زحمت دادیم یک چیزی که هیچ سود ندارد. می‌رفتن مثلا اون کارخانه کار می‌کردن، روغن سفید می‌خورد، مکرون می‌خورد، عذاب می‌کشد، زحمت می‌کشد، با زحمت تو جمع می‌کنند می‌داد یک چیز نادرکار خرجش می‌کند، خانه‌اش پر از حاجت و نیاز و یعنی همچنین احساس مسئولیت در برابر همون فرزندها نمی‌کنند. باید که همین چیزا چونکه گفتن خوب است، نصیحت می‌کنیم می‌فهمونیم، یکی اون کاری که پدر و مادر احساس مسئولیت می‌کنند و توجه می‌کنند برای فرزندشون است بد اخلاقی داشتن راه نمی‌بازند یعنی برای گفتنها اونقدر نمیشه. برای این چیزای چندین بارها گفتیم که مثلا میگه باید چونکه در خانه یعنی پدر و مادر از حال فرزندشون باخبرترند. مادر در خانه باخبر است، پدر که این کجا میرد، چیکار میکند، به چیکار مشغول است. یعنی دیگر کوئی چیز نمیدونه. وقتی برای یک محیطی درست فراهم نشد داریم به همون محیط فاسد که غلطی ویران میشه. برای ما حاضر پیامبر علیه السلام میگه که
هم نشینی بد دوری کنید هم نشینی بد دوری کنید که همچنین جنایزمی بد البته برای شما ضرر میرسد یه اسم احمق از احمق دوری کنید ما نخوص موعظه پیری میفروشین است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید از هم نشینی بد باید دوری کنید که مثلا بریم حضرت علامه اقبال میگن که مثلا همون و حفظ زن یا گور یا خاک لحق حفظ مردم حفظ بود از یاری بد یعنی عموما از یاری بد دور بودن یکی از راههای خلاف شدن از اشتها است بعضی اون فرزند باشه که بی‌پروایی میکنند و هر جای نامناسب میرد یا برای مثلا بعضی چیزهای تحریک‌آمیز چیزهایی که اخلاقش رو بیان میکنند بی‌پروایی میکنند که چیزهای برای فراهم میکنند اخلاقش بیان میشن روشش بیان میشن دیگر مثلا بریم یعنی نصیحت هم برای باید دیگر تأثیر نمیکنند یه باید باز دارد اون پدر و مادرش از گرفتار شدنی به همون روش های ناخوب و زشت باز دارد پدر و مادر احساس مسئولیت کنند در این باره چون که بعد دیگر همون مادر که در خانه است از غرض و حال فرزندش خبردار است از این میشه که بعد پدرهای احساس بی‌پروایی میکنند آگاه نیستند مادرشون میفهمد باید که همون مادرشون فهمونن که نسبت به این چیز بی‌توجهی نکنند چون که درباره بعضی کسان میشنوی که همیشه بدرفتاری و بعضی کسان میفهمن همه جا موضوع میشه که نه فلانی ناخوب است یعنی حیران میشه که باید چرا پدری باید نمیفهمد مادری باید نمیفهمد همون خانی باید خبردار نیست گویا خانی باید آگاهی همین ندارن دیگه همینجا فهمیدن که باید همیشه دختر بیجاگر یا همون بچه بیادب همون روش و زشتیش میفهمن دیگه رو باید خبر ندارن یعنی ممکنه که همون در خانه مادر مسئولیت احساس نمی‌کند بی‌پروایی می‌کند که مثلا همین ناگاه می‌ماند پدرش هم یعنی باید نسبت به همین چیز توجه کنند پدر و مادر برای همین که مثلا اگر از یک جهت مشغول شوند در تربیت و آموزش و چون انسان بی معرفت و انسان بی دانش به هر روش بردنش و رفتنش ممکن یعنی انسانی که دانش ندارد خرد ندارد این نماید تذکر و الباء رنگ فن می‌گیرند انسان‌هایی که دارای خردند انسان‌های خردمند فرمیدند برای همین مثلا بریم روانشون کنند با آموزش که همون چیزهایی که برای ما سودمندند حتی یک بار یکتر همون مرحوم نصرالدین بودن عبدالمنون نصرالدین پسرشون یعنی قاری مرتب هستند آدمی که با معرفت دانشمندند همون کس گفتن وقتی ما خود بودیم همون پدرمون همون برنامه‌های تلویزیون نمی‌ماندن همش تماشا کنیم نمی‌ماندن که همون برنامه‌های همیشه تماشا کردن اون چیزی که می‌دیدن که همون صلاحیت دارن برای تماشا کردن همون می‌موندن اون چیزی که می‌دیدن برای بچه صلاحیت نداره دیدنش نمی‌گذاشتن که همون تماشا کنیم بعد کلام شدیم فهمیدیم که کارشون بسیار کار خوب وقتی خود بودیم این چیز درک نمی‌کردیم می‌خواستیم که پدرمون مونه همون چیز دینی تماشا کنیم چون که باید فرزند نمی‌دونن چیزی منفیت ناک و ضررناک و جدا کردن نمی‌تونه فهمی شاید نمی‌رسن بعد دیگر مقصد بریم کلام شدن فهمیدیم که همین کرد برای این بعضی ها یعنی تلویزیون بمانند هر که برنامه های هر گونه در همون تلویزیون هست یعنی همون در اختیار فرزند میمانند و تماشا میکنند هر چیزهای یعنی همون چیزها برای من تاثیر میکنند همون چیزهای ناخوب میبینند چیزهای بد اخلاقی و زشت میبینند و همین نسلگیری ویران میشد فاسد میشد نسبت به همین باید که همون که پدر و مادر باید که مسئولیت زیاد احساس کنند که مثلا همون وقتی نارسایی کم بودی میشه برای این از معلوم میگن کاری درون جانی تو میباید از قصه شنیدن گیری نکشاید یک چشمه آب از درون خانه بهزار بودی که از برون میآید یعنی این چیزایی که ما از بیرون خانه گل میزنیم اون خیلی که از درون خانه انسان تربیه مییابد اون خیلی که از درون خانه پرورش میشه اون خیلی که مسئولیت احساس میکنند و قلی و در درون خانه توجه میکنند این سخنهایی که از بیرون میبینن اون خیلی تاثیر نداره چون اگر چشمه درون خانه باشد و از اون دریایی که از بیرون میرن بهتر است مثلا گرفت برای همین نسبت به همین چیزها باید که احساسی مسئولیت کنند با دیگر کسایی که هستن در جمعیت یک دیگرشون نارسایی کوتاهیشون رو فهمانند مثلا یک کسی که یک کس هم مثال بیند که فرزندش یک راه و روش ناخوب پیش گرفته است یعنی وقتی بود که آقا سر فرزندتان مثلا احتیاط کن
یعنی ناخوش نشود که این من همه کل میگوید و فرزندی من ناخوب میگوید و بعد مانتش که باید به همین گرفتاری اون حلاکت شد ناکامی شد بدبخت شد و دیگر مثال خدا همه جا مثال اوایان که شد دیگر با پشیمان سود ندارد برای همین واسطه گریم پیامبر علیه السلام میگه که من را منکران فلیغیرکو بیادی کسی از شما کاری ناخوب و زیشت بینه همونه اول خودگر بلاسه ایمان کنه و اگر همونه بلاسه ایمان کردن نداره و به لسانی ما زبانه یعنی همه که هم مسئولش آدمایی که مسئولیت دارند همونهای خردمندانه فکرانه اونه فهمانه که آگاه شدید که بی‌توجهی نکنید که خوشحال که فرزندتون راه ناخوب رفتاده است اخلاق ایمان شده است یعنی همه که پیشواش نزدیکاش یعنی همون فرمانند که آگاه شد و خود بیاد و دیگر مثالی میگم که فن لم یستطع فبقلبه نطق و بدلش همون چیز بدبینه که این ضعیفترین ایمان است ایمان است همه ضعیفش که از این امثال دیگر ایمان نمیشه یعنی باید دیگرهای هم بی‌توجهی بی‌پروایی نکنند یعنی در جایی که همین که یک کمبودی نقصان نارسایی میبینن جهتی مثلا طعن زدن جهتی مثلا یک بدنام کردن از روی مهربانی و دلسوزی تلاش کنند که همون نقصان همون نارسایی برطرف کنند یکی آدم‌هایی هستند که مثلا میخواهند که یک زشتی در حق یک کس یک ناخوبی را گرفتار شد یک لغزش به مبتلا شد بعد همون مثلا گفته گردند در بین مردم گفته افسانه یعنی احساسی ناراحتی ناخوشی نمیکنند که یعنی همون بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند چون به درد آورند روزگار دیگر از آرام نماند قرار که مثلا همه انسان ها که خداوند میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی مردم همه تمامی از یک پدر و مادر آفریدند باید این احساسی مسئولیت و برادری احساس کنید کسایی که با هم مؤمن هستید در یک جا زندگی میکنید نسبتی به این چیز بی‌پروایی نکنید خمول نظری نکنید یعنی مثال یک کس که یک خطا و یک مشکل و گرفتار شد شما باید خوشحال نشوید یعنی از روی مهربانی و دلسوزی تلاش کنید که همون راهش پیدا کنید برای اصلاح کردنش برای همون از همون روش گرداندنش یعنی باید همین مردم که همین احساس مسئولیت کنند دیگر همون جامعه چیزی فاسد پرورش شدنش نگذارد همین جامعه که جامعه شدی در اون جامعه چیزی ناخوب نسازد چیزی ناخوب پرورش نیابد چیزی ناخوب نتواند رشد کند مردمی هم که احساس کنند یعنی باید همون جامعه آباد میشه وقتی این خیلی باشد که ظالم فقط هم میزده باشد یکی برای همون اصلاح کردن این سوزونان تلاش نمیکنند اون جامعه ویران میشن فاسد میشن اون جامعه آباد نمیشه یعنی برای همین جهت هم وقتی همین که یک جای مثالی حرکت کنند تلاش کنند احساسی مسئولیت کنند که مثلا گریم همین چونکه اگر بی‌پروایی کنند همون چیزی ویران همین وقتی احساس مسئولیت بی‌پروایی کنند یعنی همون چیز همه فرام میگیرد همین که پیامبر علیه السلام میگه که انسان‌هایی که در یک جمعیت زندگی میکنند مانند کسانی هستند که در درون یک کشتی هست و همون در درون یک کشتی هم میگویند همون کشتی عبارت از دو طبقه است یک قسمتی بالای کشتی با پایین کشتی و یک قسمتی پایینش به بعضی آدم‌های سرنشین یک قسمتی در پایین کشتی هستند قسمتش مثل میزنند یک قسمت در بالای کشتی هست اما آدم‌هایی که در قسمت پایین کشتی هستند یعنی به همین خودشون از این خلاصه می‌کنند که ما برای حاجت و برای دریافت بعضی حاجت و برای قضای حاجت و بیرون برفتن و برای ما مشکلی می‌کنند و همین قسم پایین کشتی ما سوراخ می‌کنیم و از همین قسم پایین سوراخ کرده استفاده می‌کنیم اگر اون آدم‌هایی در بالای کشتی هست می‌گویند که مثلا گرنگی گذارید خواهی خودشون می‌داند کنند و بی‌پروایی کنند بعد یک قسم برای پایین کشتی سوراخ کردن آب می‌دارند کشتی غرق می‌شن و شامل می‌شن همه‌شون نابود می‌کنند یعنی باید که مثلا انسان‌های خردمند مثل بی‌پروایی نکنند منع کنند نه اینجا سوراخ کردن شما ممکن نیست اینجا سوراخ کنند میشه که غرق می‌شن همه نابود می‌شن و نمی‌گذارندشون نمی‌گذارند که اکنون این خودش بداند کاری خودش بوده یعنی کشتی غرق می‌شن و هلاک می‌شن برای همین وقتی که این چیزهای ناخوب و زشت در جمعیت که پیدا میشن
هر مثلا انسان ها که نسبت مسئولیت نکنه هر کسی که خودش بمانه و دیگه همون کشتی غرق میشه. چه چیزی که هست روشی بر اخلاقی بر جریان‌های و روش‌های ناخوب که مثلا پیدا میشن در بین ما و مردمی ما پراکنده میکنن، یعنی اختلاف میانگیزن در بین مردم. آن کلام رو توجه به صحبت شد مثلا بعضی آدم‌هایی که خیلی جریان‌ها روش‌های ظالم سلفیان شیعه دیگر جریان‌های دیگه هست، یعنی بعضی ها نمیدونن چون حیات مثالی نمیشناسه گفته گرد زد کلام فرما حکومت نه. ممکن همون آدم‌هایی که هستن در جمعیت همین اگر خردمندانه مشاهده کنن میفهمن میشناسن شو بذار کند همجنس با همجنس پرواز، کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. همینجور میبینید که خیلی کسایی هستن که اونها با همدیگر پیش دوار نیستن، اونها با همدیگر یکم همکاری ندارن، یعنی با همدیگر پیوستگی دارن، با همدیگر علاقه دارن، با همدیگر هم میفهمن که اونها از روی همون یک روش دیگری دارن غیر از این روشی که مردم دارن، اونها یک روش دیگری برای خودشون انتخاب کردن. یعنی همیشه هم ما میگویم که همپیر از همشیر بهتر است، یعنی اونها یک پیر دارن نه همپیرن. برای همین خاطر اونا به هم دیگر همیشه رابطه دارن که مثلا میبینی که اونا از حسابی که با هم همکار باشن، با هم مثالی به اون کشوازی داشت باشن، اون رابطه غیر از اونایی که با هم روش و هم مذهبن اون رابطه دیگر ندارن. یعنی همیشه با دیگرها از دیگرها احساس بیگانگی میکنن و خودشون همیشه پیوستگی دارن و خودشون رفت آمد دارن، یعنی معلوم هستن معینه. برای وقتی رو انسان احساس مسئولیت نکرد بی‌پروایی کرد همون که یعنی همیشه چیزها رشد میکنن، همیشه چیزها زیاد میشن. وقتی زیاد شدن رشد کردن و زشتی‌ها و دیگر مثالی میگون ناخوبی که شد همه پشیمان میشن. برای همین من باید احساسی مسئولیت کنم برای اصلاح همون کمبودی جامعه تلاش کنم. از همینجا که مقصد بریم با پیامبر علیه السلام میگن که نامو به رسولی و تمیم و مکارم الاخلاق من خواهان فرستاده است تا اینکه در بین جامعه بشریت اخلاقی نیکویی با پایی بلندش رساند. اخلاقی جامعه اخلاقی خوب شود که اگر جمعیتی در راه اخلاقی مردمش خوب نشود اون جامعه یعنی خوشبختی دنیا آخرت به دست آوردن نمیتواند. خلقی نیکو برای حضرت علامه اقبال میگن یعنی خیرت ادب پیرایه این دادان داناست، خوشان چون با ادب خود را بیاراست، ندارم آن مسلمان زاده را بود که در دانش حدود از طرف خواست. یعنی اون مسلمان زاده که دانش فهمیش داره ذکاوت داره اما ادب نداره و این مثال در نزد دین در نزد شریعت انسانی پسندیده نیست. برای همین مثال از کلی تلاش کنند که به همون بداخلاقی و بدروی همون فرزندش عادت نکنه. یکی دیگر آدم‌ها هستند که همون فرزندشون وقتی خودسال است یعنی بی‌پروایی می‌کنند که خود از کلام شدن در عقلش می‌دارد و می‌فهمد گفته نسبتی همون تربیت فرزند بی‌پروایی می‌کنه. برای این وقتی بی‌پروایی می‌کنه همون خصلت چیزیش در وجودش جای می‌گیرد، در وجودش همون استوار میشه. وقتی در وجودش ریشه دوام مستحکم شد دیگه باید دور کردن بسیار مشکل میشه. که حتی پیامبر علیه السلام برای ما آگاه کردن و هشدار دادن میگن که اذا سمعتم بجبل ضال عن مکانی فصدقوا و اذا سمعتم برجل ضال عن خلقی فلا تصدقوا. وقتی که میشونه یک تو از پایش کنده شده است باید باور کنید مثل میشونه یک مرد یک انسانی که همون خصلتش دیگه شده دیگه باور کردن نمیشه. یعنی این به معنای این که اصلاح نمیشه نه، اصلاح میشه که اونقدر مشکل است. یعنی نسبتی به این اصلاحش انسان بی‌پروایی و بی‌توجهی نکنه که مثلا دوریم حاضر آن چیزی که میگم بشیر در آمد و جان می‌دوان برای اون وقتی که مادر بی‌صلاحیت باشد بی‌پروایی کند بعد همون فرزند بی‌صلاحیت میشد. حضرت علامه اقبال میگن مرا دادین خیرت پرور جنونی نگاهی مادری پاکندرونی، مرا دادین خیرت پرور جنونی نگاهی مادری پاکندرونی. زی مکتب چشم دیو نتوان گرفتن که مکتب نیست جز جرم فتونه. یعنی اون چیزی که خانه میکند مادر میکند یه مکتب کردن نمیتوان. یعنی چیزهای اساسی و پایه اساسی میگذاشتگی مادر است. یعنی همون زیربنای پایه اساسی اخلاقی نیکو و معرفت میگذاشتگی این خاندان است و مادر است. وقتی که احساس مسئولیت نکند دیگر ویران میشد. یا حضرت عطار هم در باره مادرشان عطار که یکی از عارفان بزرگ و در شخصیت‌های معروفان در باره مادرشون میگن
روزان که مردی معنوی بود، نبود روزان که مردی معنوی بود، سحرگاهان دعایی و قوی بود. عجب خواهی سحرگاهش بودی، زهر خواهی به هر راهش بودی. یعنی مادرشون علیه بود، خودشون ممکن انسانی جدود و عارف شدن. یعنی وقتی که مثلا مادر بی‌صلاحیت باشه، بی‌پروایی کند و ناسازگاری میکرد کند، بعد دیگر همون فرزند دیگه بیراه میرود. وقتیش که اول چون یک معمار کش تا ثریا میرود دیوار کش. وقتی که معماری اساسی و زینت پایه‌گذاری اساسی است، وقتی که باید کج شد و دیگر واردش کج رفتن میگیرد. برای همین باید که همین مسئولیت احساس کند پدر و مادر و همین چیزان که درباره احساس مسئولیت پدر و مادر است، اینا واقعا هم از روی اینکه بعضی رفت شده است و عادت شده است و بی‌پروایی میکنند، یعنی باید که وادار کنند که مثلا گیریم همین چیزهایی که سبب فاسد شدن اخلاق جامعه میشه، همونا باید که زدوده کنیم، تلاش کنیم. بعد روان شدن بر آموزش و معرفت و همین چیز فرا گرفتن. چون در این باره که مثلا بعضا چیزهایی که میگویم خیلی بار میگیم گرد میزنیم نفرمانیم، نگه وقتی که مثلا گریم همون دیگر همون احساس مسئولیت نمیکنم پدر و مادر، این گفتگو اونقدر نتیجه نمیده. مثلا همین جمله البته انتظار مردازی، توان خودش مردازی، اقتدار خود همه یک جای برای همین اصلاح تلاش کنند. بعد همون خاندان باید نسبت به این مسئله سر یعنی اهمیت رو توجه داشته باشد. از این جهت وقتی که مردم که مثلا از شناخت خداوند و از تربیت تعلیم کنه باشند، دیگر همون جمعیت فاصل به جواب روایت است که میگن که یک کس شاگرداش، یک استاد شاگرداش میگن که یک مرغ میتید چند شاگردش میگن که شما همین مرغ میتید هر کدام یک مرغ میتید، این هم مسئله شده است نشده است برای فرماندن حقیقت که هر کدام یک مرغ میتید میگن که این مرغ شما برده هر کدام در یک جای پنهان کشید. بعد میارن اون شاگردان میکشن، مرغی یک نفرش همون میبرن زنده. میگن هرچند گشتن یکم جای پنهان نیافتن، جایی که مثلا در پنهان باشد و از نگاه و دیدی مثلا خداوند پوشیده باشد نیست. هر جایی که میرن خدا هست برای همین منزل نکشته آوردن. یعنی همین که مثلا گریم اونا همین چیزی اندیشه نکردن دیگرها که همتا است. یعنی از روی خواست است که همون شاگرداش تاثیر رسانه، یک تفکر شما بیدار کنه. برای این وقتی که انسان که در خانه از همه چیز مهم اساسی یعنی خداشناسی، وقتی که خدای میشناسد و با خداشناسایی پیدا میکند و خدای میپرستد، این اساس‌ترین عاملی که انسان از اشتباه باز می‌دارد. برای خداوند میگه که الله ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، البته بدرستی که نماز انسان از فحشا و منکر باز می‌دارد، از روش‌های ناخوب و زشت. وقتی که نماز آگاهانه باشد، با تفکر باشد، انسان از این چیزهای زشت باز می‌دارد. یعنی برای همین مثلا فرزندش تلاش کنه که خدای شناسه، یعنی خدای پرسته. برای پیامبر علیه السلام میگن بچه وقتی 7 ساله شد شما بفرمایید نماز خواند، با خوبی گویدش که نماز خواند. یعنی اگر 10 سال شد یک وادار کنید که نگذارید که به نماز خواند، چون که وقتی از خدا که رابطش بسته شد دیگر مثال ناآگاه شد، دیگر باید به هر گونه زشتی‌ها و بدی‌ها آلوده میشن، گرفتار میشن. یا اونجا خدای شناسن، خدای پرستن و دیگر خدایی که حاضر دارند از همون رفتارهای زشت دوری میکنند. تلاش کنید که در وجودش حیا باشد، یعنی حیا از وجودش زدوده نشد. برای پیامبر علیه السلام میگن یعنی لکل دین خلق و خلق اسلام حیا، یعنی هر یک دین بگن زیربنای اخلاق دارد، یعنی زیربنای اخلاق اسلامی حیا هست. یعنی اساس پایه اخلاق اسلامی و پیامبر علیه السلام حیا هست. وقتی که از وجود انسان بین حیا پیدا شد دیگر به انسان مانند یک حیوان میشه. پیامبر علیه السلام که اونقدر انسانی شجاع بودن، اونقدر انسانی بزرگوار بودن، یعنی پیامبر علیه السلام که بسیار با حیا بودن، حتی از اون زنهای کردنشین پیامبر علیه السلام با حیا بودن. یعنی حیا چیزی است که انسان از کردن کارهای زشت باز می‌دارد. وقتی در وجود انسان یعنی حیا باشد، اما حیا انسان را نمی‌گذارد که زشتی‌ها رو آلوده شود. وقتی
اشتیاق و دفاع خودش آلوده میکنند. برای همون تلاش کنند که اما حیاش یعنی فرزندانشون با حیا باشند، از وجودشون اما حیا دور نشود. یعنی همینطور یک راه و روشی درست برای تربیت فرزندشون پیش گیرند که باسی همینطور روشی ما درست یعنی فرزنده بیان بکنه و روشی را. یعنی همچنین مثلا گیریم که مثلا گیریم بعضی آدم ها مثلا فرزندشون و رفتاری دقیقا درست ندارن، یک فرزندشون میخواسن میترسن تلاش میکنند که همون مثلا اعتبارش خواسته نشود، شخصیتش نشکنه. یکی انسان ها هستن که با فرزندون که رفتاری نامناسب و دقیق میکنند که دیگر همون وجود فرزند دقیق میشه. یعنی همین که میشه که دیگر باید مثلا با سخنی خوب کار نمیکنند. یعنی دیگر همین که میشه که باید برای از یک کار منع کردن باید درست و دقیق رفتار کنید. یعنی از خوردی که مثلا باید همین که مناسبتی ناخوب بکنن، روش ناخوب بکنن، همون شخصیتش میشکنن، اعتبارش پس میکنن، همون احساس عزت از وجودش برطرف میشن. یک کسی میشن که دیگر بی‌پروا میشن، همون مثلا دیگر نسبتا مثلا یک انسانی میشن که برای هویت خود حفظ کردن تلاش نمیکنند. یعنی از همین جهت باید که پدر و مادر یعنی خردمندانه مناسبت کنند با او فرزندشان. یعنی کلام کسی از دین گرزنه گفتن سرم یک کوتاهی کرده است، گفتن همون کوتاهی اولی کرد، کوتاهی کرد زده و گفتن همین زرم دهن بینشون برامد. یعنی اینکه درست نیست از زیرای شریعت. وقتی که میبینی که او روشی ناخوب میکنه باید که یعنی اول درباره همون زشتی که باید میکنه فهم بود باید انسان همون قبیل بودنش باید فرماند. یعنی نگود که تو همین کردی او در این کارم که زشت است، ناخوب است، انسانی که به این زشتی رو فرام میشد نمیتون است. یعنی نافرمانده همون کم بودش و زشتیش شناسانتش که این ناخوب است، زشت است. و وقتی که بیند که این چیز فهم تاثیرش نمیکنه و تنهاش کرده بود. یعنی در نزد دیگران تنها کرده بود که تو همین کوتاهی داری، تو همین نارسایی داری، باید کمبوده تو برطرف کنی. بعد وقتی که بیند که این چیز تاثیر نمیکنه باید زدتش، چون زدنی که به معید کند نه. یعنی اینکه که باید از همون روشش برگردد. یعنی اینکه که مثلا گیریم یک باره به هر اولا مونتش که همون کوتاهی و زشتی آختی عادت کند، بعد بعدا دقیقا با برخور کند، اینا یک تأثیری ناخوب میگذارد. برای همین مثلا گیریم همون باید که پدر و مادر احساس مسئولیت کنند برای اصلاح اخلاق فرزندانشان تلاش کنند. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك، اللهم حبب الينا الإيمان وزينه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
زیافت میدادند. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وعلى الإمامين الإمامين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتفكرون. خدا در قرآن کریم می‌فرماید که عمل خداوند امر می‌کند شما و عدل و احسان که در همه جا عدل را رعایت کنید. مثلا حتی در برابر دشمن باید شما رفتار عادلانه داشته باشید و باید احسان پیش گیرید، روش نیکو و گذشت و عفو و دیگر چیزها. و خدا نهی می‌کند از فحش، از فحشای و منکر و بد، از فحش منکر کارهای زشت و از بد نهی می‌کند. یعنی کار زشت در آن نزد خداوند ناپسند است. انسان به سبب کارهای زشت گرفتار غضب خدا میشد. برای همین بعضا هم میشه که یک کار زشت به نمود شرعی برای انسان‌ها می‌قبولانند. و چون بعضی کارهای زشت است، اما هم که یک کار دینی می‌قبولانند. یک کسان گپ زدن یک آدم کس آدم بسیار خوب بود. من یادم آمد خیلی با تقوا انسان خیلی خوب متدین بود. بعد همون که اون بیچاره گمراهش کرده بود، راهی غلط رفته است و همون مطمئن برای خودش راه دانسته است. مثلا یعنی وقتی که همون روش مطمئن و چیه شده است. بعد کدام کسا آدم‌های با بیانات با ناموس چی کاری نابکاری به یافتنش، عقیده‌اش که از دیگه ما گرفتیم، نوارش کردیم، عقیده میشون که شرمنده‌اش کردیم و بردیم بعضی از شیعه‌ها نشان دادیم گفتن که نه این اینطوری نیست. ما گفتیم خدا ما گفتیم عقیده‌اش هم که کارهای نابکاری و عادل خوب بود. یعنی همین چیز یک کار روا دانسته است و همین که کار زشت فحش دست است. چندین کسانی همین که گرفتاری نابکاری می‌کنند. یعنی چندین کاتگوری سفید و کاتگوری سرایت کنندن. یعنی یک نوع پنجشویش است. فاسد شدن اخلاق و دیوس شدن و بی‌ناموس شدن این یک راهش است. یعنی برای همین اونها گفتن دیگه من گفتم دیگه اونها دین نمیگه اون میدونن میگم که یک کاری درست کرده است. یکی متأسفانه شما یک عقیده و دست عقیده است. اونها میگم باید میکنیم یکی دست عقیده ماست. یعنی اونها بیچاره که اون دیگران نمیگه و این چیز روان نمیدونن باید باید میکنه. یعنی برای اینکه موافقی تفکر موافقی اندیشه یعنی انسان میتواند که هر کس باور زن دارد بیزن است موافقی این بگوید
میتوانند یک قسم یک زبان شما یک ترجمه یک مثل که یک زبان شما یک حالش یک کار کنند مثلا بگوی یک کاری از نگاه شرع یا روا است همین کار زیش از نگاه شرع رواش بدانند وقتی یک انسان ساده نادان همین یک کار شرعی درست نیست یعنی شیطان اون انسان رو بسیاری هم فحشا میکشد میگه که دیگر یک راهش پیدا کن همین کار کن یعنی این هم یکی از راههای بسیار خطرناک است و آگاه شوید یعنی خدا زیشت فاحشه‌گری به چی نام باشد بد می‌بیند خداوند فاحشه‌گری به نام چیز نام داده باشد یعنی چیزی زیشت نامش دیگه قبلا یعنی چیزی درست نمیشه وقتی که مثال اون عرق باهاش بدون مشابه نستی و هم عرق است اما نامش دیگر کردن تا دیگر نمیشد و همون بیناموسی همون دیوسی همون نیبندوباری همون انتشار مثلا کسری ها همه که چیزها این با کدام نامش گیریم و همون زیشتی هست برای همین مثلا باید هوشیار شیم آگاه شیم که همین چیزها در بین ما انتشار نیابد چون که مثلا پیامبر میگه یک چیز اصلا خطرناک برای انسان زن است یعنی شیطان میتوان توسط زن انسان‌های برای خطر و ضلالت دارد یعنی زن این بسیار اگر مثالی انسان‌ها بی‌توجهی نکنند بی‌توجه شوند نسبت به خودشان ناموسشان رعایت نکنند یعنی بعضی آدم فاسد باشد باید خودش بخواهد که خانه‌دارش از فحشا و از آلودگی پاک ماند یک بار برای دیگران همین چیز بخواهد یعنی خداوند برای هیچ کس خداوند یعنی بی‌عفتی و برای هیچ کس اشتیاق نمی‌خواهد خداوند برای هیچ کس اون انسانی که برای خودش نمی‌خواهد برای دیگران نمی‌خواهد خداوند انسان حرام می‌کند بد می‌بیند انسان خداوند برای همون نگاه کنند همون چیز برای خودش نمی‌خواهد همون زشتیه بعد برای دیگران روا می‌داند و بعضی آدم‌هایی که در وجودشان که بهانه طلبند و انسان‌های بی‌هویتند همین چیز رو داده میشن باید آگاه باشیم از این چیزها دوری کنیم خداوند اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وهجر القرآن ربيع قلوبنا وجلاء العالمين روي رسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم روي همين ورسول إن شاء الله الصالحين روي همين والدين والأطفال لا يقوم أشبه زي الموسيقى ربي يغفر وارحم واغفر ورحمة ربي يغفر وارحم واغفر